سلام بچه، چطوری؟ تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری اسلوت نایف رو بگیرید در کاراف موبایل. حالا آقا اول اسلوت نایف واقعا بگم که خیلی نایف خوبیه و واقعا اگه میخواینش 2 راه بیشتر ندارید، 2-3 راه. یا اینکه گردونه بزنید، ولی خب کلا قبلا خود بازی رایگان گذاشته بود بین اون گام لژندای رایگان بازی اسلوت نایفر رو میداد که من نگرفتم ولی خیلی گرفتم. حالا اگه اونو نتونستید بگیرید که الان دیگه تایمش تمام شده، اون قبلا که خیلی گرفتم. حالا امروز اومدم بهتون آموزش بدم که با یه روش دیگه بگیرید، پس با من همراه باشید. خب دوستان، اول باید بگم که نکته که راجع به این نایف هست، شما باید رنگتون لجند باشه، ولی اگه رنگتون لجند نباشه کار نمیکنه. خب آقا دیگه زیاد حرف نمیزنم، بریم سراغ آموزش. خب آقا ببینید، میاید توی صفحه اول بازی، بعدش میزنید روی رنگ. حالا من زدم روی مولتی، ولی خب بیارید روی رنگ. بعد روی این خود رنگ کلیک کنید. بعد اینجا 3 تا گزینه براتون میاره. این سمت راستی که عکس M4 یا همون دیگه توکنه، حالت توکن داره دیگه، روی سمت راستی کلیک میکنید. حالا میرسیم به اینجا که من اول بهتون بگم اینجا چند تا نکته. اول آقا بیشتر 1000 تا توکن نمیتونید بگیرید و اون خیلی توکن میخواد. بعد حتما برای گرفتن توکن رنگتون لجند باشه. حالا چجوریه آقا؟ شما روی اینجا میزنید. بعد آقا اینجا میای توی سال 2022 و سیزن 3 رو میزنید که حالا من قبلا زده بودم اینجا دقیقا که ما کرد. بعد آقا وقتی روی این زدی، توی این گان که حالا من دارم روی این نشون میدم، اینجا براتون اسلوت نایف رو زده و شما میتونید اسلوت نایف رو بگیرید. خب بچه ها، این ویدیو هم تمام شد. تا یه ویدیوی دیگه لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خدافظ.